سرآغاز زندگی ما گم شدن بود تو بحبوحه تاریخ. راهی که رسالتش گم شدن بود، مسیری از گم شدن برای پیدا شدن تو اعماق، تو نقطه‌های تاریک. مردای بزرگی که اومدن از لطفای پاک، زلالم مردمان اسیر که اسیرم بین زباله های تاریخ. فریاد لب خطم، حس میکنم دیگه ته خطم، شاعر مردمان بد خطم، یه رنگم ولی هفت و خطم، که هر خطم یه زخمه که خورده به وطنم. بزن فریاد، منم میشنوم صدا تو، درد تو درد من، ایرانم خاک پاکم. ما تو بهشتی اسیریم که مال ما بود، نرو به روی ما نبند چشاتو. درسته پدر نیست گل تو پوسته میشه، غبار و چرکی که مغزا بسته پوسته میشه. خسرو بابک کوروش کجایید، اصالتمون داره نابود میشه. دشمن دست به تبر، برادرای خودمونن دست تبر که میزنن به ریشه. فاجعه زمان، فاجعه زمان، فاجعه زمان، فاجعه زمان. وقت فروپاشیه، هرچند که زندگی اکثر جوونامون خیلی وقت فروپاشیده. وقتی چرخ زمان دست یه آدم ناشیه، پای چپ و راستمون شده بر حاشیه. ته آرزوی جوونامون یه ماشینه، په اشتباه خودمونه. وقت شستن مغزامونه، تنها راش اینه. چی شد که به اینجا رسیدیم؟ شعار زیاد شنیدیم عمل ندیدیم. آب و برق و مجانی رو که شما دیدید، طعم دلار 60 تومانی رو ما چشیدیم. خیلی وقت دور شما یه خط قرمز کشیدیم. راستی آجی گوش میکردیم، داشتی نطق میکردی از حلال و حروم. حرف شما همیشه خلاصه میشه تو یک کلوم. فقر اجتماعی فرهنگی، ما بمونیم تو 40 سال پیش، دنیا در بیاد به هر شکل و رنگی. حروم صندلی که سهم رعیت ولی سهمیه شده دست بچته. تو جهنمی که تو ذهنت ساختی، اول از رسالت انسانیت میپرسن، نه این که نماز شب چند رکعته. نماز شب چند رکعته. افتادید رو دور تند اعتراف، بخشیده نمیشید با اتکاف. خونه خدا قلبای شکسته است، شما چی رو میکنید طواف؟ نگران نباش، راحت برو بگیر بخواب لای لحاف. شما که هیچ وقت به سوالات ما ندادید جواب.